سیاه‌چاله‌ها بسیار قوی هستند تا جایی که می‌توانند ستاره‌ها و حتی جهان را حذف کنند. هیولایی ترسناک، یک جرم بی‌نهایت متراکم در فضای بی‌نهایت کوچک به حدی جاذبه دارد که هر چیزی که به آن نزدیک می‌شود را به ذرات بنیادی‌اش تبدیل می‌کند. حتی نور به دامش می‌افتد. بنابراین آنها برای ما به صورت کره‌های سیاه مرموزی دیده می‌شوند. تا زمانی که از مرز آن عبور نکنید، اتفاق بدی نمی‌افتد. این مثل سقوط آزاد از بالای جو زمین است که دیگر راه برگشتی نیست و سرعت شما بیشتر و بیشتر می‌شود و در نهایت به زمین برخورد می‌کنید و متلاشی می‌شوید. این مرز سیاه‌چاله‌ها را از بقیه جهان جدا می‌کند. فعلا به آنها دسترسی نداریم مگر اینکه بخواهیم سفری بی بازگشت داشته باشیم. سیاه‌چاله مانند یک ظرف سرکه است که سر سفره 7 سین می‌گذاریم و تا روز 13 چیزی از آن باقی نمانده و جرمش را به طور کامل به صورت بخار از دست داده است. به این تشعشعات هاکینگ می‌گویند. سیاه‌چاله‌ها پیوسته مقدار ناچیزی از جرم خود را از دست می‌دهند. این فرایند اینقدر کنده است که حتی بعد از نابودی جهان هنوز سیاه‌چاله‌هایی هستند که در حال از دست دادن انرژی هستند. مشکل کجاست؟ در فرایند ناپدید شدن سیاه‌چاله‌ها می‌توانند یک چیز اساسی را حذف کنند: اطلاعات. اطلاعات چیست؟ در واقع به هر نوع آرایش اتم‌ها در کنار هم اطلاعات می‌گوییم. تعدادی اتم کربن داریم. اگر آنها را به روش خاصی بچینید زغال خواهیم داشت. اگر به روش دیگری بچینید الماس. چیزی که اینجا تغییر می‌کند اطلاعات است. اگر چند اتم دیگر اضافه کنیم و آرایش آنها را پیچیده تر کنیم یک نیلوفر آبی خواهیم داشت. آرایش اتم ها را باز هم پیچیده تر کنیم یک قورباغه به دست می آوریم. ذرات سازنده همه چیز در جهان یکسان است. می‌خواهد یک پرنده باشد، یک کوه یا یک فنجان. بدون اطلاعات همه چیز در جهان یکسان خواهد. بر اساس تئوری مکانیک کوانتومی اطلاعات از بین نمی‌رود. تنها می‌تواند تغییر شکل دهد. یک کاغذ را بسوزانید خاکستر می‌شود. این خاکستر دیگر هرگز به کاغذ تبدیل نمی‌شود. اما اگر بتوانید تک تک اتم‌های کربن موجود در خاکستر را جمع کنید، تغییرات انرژی و آنتروپی که از گرما و دود حاصل از آتش برآمده را به دقت اندازه‌گیری کنید، در تئوری می‌توانید کاغذ را بازسازی کنید. اطلاعات کاغذ هنوز در جهان است. گم نشده است. فقط خواندن آن دشوار است. اگر می توانستید تک تک اتم ها و ذرات و موج تشعشعات جهان را اندازه گیری کنید، می توانستید هر بیت از اطلاعات موجود را ببینید و ردیابی کنید و در تئوری می توانستید کل تاریخ جهان را از زمان بیگ بنگ ببینید. اطلاعات به ما می گوید که چیزها با یکدیگر متفاوت هستند و هر چیزی قبلا چه بوده است. سیاه‌چاله‌ها برعکس عمل می کنند. چیزهای مختلف را می گیرند و آنها را یکسان می کنند. اطلاعات را از بین می برند. این پارادوکس اطلاعاتی را ایجاد می کند که قابل قبول نیست. پارادوکس اطلاعات. از بین نرفتن اطلاعات یک اصل اساسی برای قوانین فیزیک ماست. چند احتمال برای حل این پارادوکس وجود دارد. اطلاعات از بین رفته است بدون برگشت و برای همیشه، که در این صورت باید تمام قوانین فیزیک را که تا الان بسیار خوب جواب داده‌اند دور بریزیم و به دنبال قوانین جدیدی باشیم که این کمی ترسناک است. اطلاعات پنهان است. شاید تکه کوچکی از سیاه‌چاله جدا شده و یک جهان کوچک را تشکیل دهد. اطلاعات به این مکان ناشناخته می رود، جایی که ما هرگز آن را مشاهده نمی کنیم یا با آن تعامل نخواهیم داشت. مانند این است که تمام عکس های خانوادگی خود را در یک هارد دیسک شکسته دارید که هرگز نمی توانید به آن دسترسی داشته باشید. اینکه پاک نشده‌اند خوب است، اما در دسترس هم نیستند. اما احتمال سومی هم هست. جای اطلاعات امن است. برای پاسخ به این احتمال باید با دید دیگری به سیاه‌چاله‌ها نگاه کنیم. شاید سیاه‌چاله‌ها با اطلاعات به دام افتاده کاری می‌کنند. برای مثال دستگاه گوارش ما میتواند یک سیاه‌چاله باشد و ظرفیتی دارد، اما حتی پس از تکمیل ظرفیتش میتوانیم اضافه غذا بخوریم، ولی اثرات این غذای اضافی نابود شدنی نیست و به شکل افزایش سطح بدن خود را به خوبی نشان میدهد. یک سیاه‌چاله هم به ازای هر بیت اطلاعاتی که به آن وارد میکنیم سطح خود را یک پیکسل بزرگ میکند. به طور خلاصه اطلاعات بیشتر به معنای سطح بیشتر است. اطلاعات شبیه سنگی است که به داخل دریاچه پرتاب میکنیم و اثر آن روی سطح نقاشی میشود. سنگ به عمق آب رفته است و دیگر نمیتوانیم آن را ببینیم، اما از امواج روی سطح آب میتوانیم به وجود سنگ پی ببریم. کلید زنگوله را بزنید و برای پیشرفت این کانال که قصد دارد مسائل علمی را به سادگی و با جذابیت و خلاقیت در اختیار بیننده قرار دهد سابسکرایب کنید و نظر بدهید.